سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. استیو سوردلوف میگوید در حادثه های بدخشان 68 نفر کشته شدند. برکناری رهبران تاجیک ایر و خدمات تنظیم نقلیات و وزیری که $300,000 پول گرفته است. در حق سیجان دو کنید گسیل مهاجر بچه تاجیک به جنگ اوکراین. دهها کشته و زخمی بر اثر باز یک حمله خونین مرگ طلبانه در کابل. در نویه جمعه یک کودک را از تولدخانه دزدیدند. راننده تاجیک در روسیه برای صدمه مرگاور به 10 سال زندان محکوم شد. و اکنون تفصیلات خبرها. استیو سوردلوف، حامی حقوق بشر، روز 29 سپتامبر سال 2022 در یک جلسه در حاشیه انجمن صحه در ورشو گفته است که در حادثه‌های ماه سال جاری و بعد آن در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان تقریبا 68 نفر کشته، 200 کس بازداشت شدند. استیو سوردلوف خواستار تهیه رویخط الفت خانم محمدشاه و به گونه رویخط مگنیتسکی نسبت به آنها شده است که در تاجیکستان حقوق مردم را پایمال میکنند. مقامات تاجیکستان به این بیانیه‌های این حامی شناخته حقوق انسان تا کنون یگان واکنش نکردند، ولی قبلا گفته بودند که هدف عملیات ضد تروریستی در بدخشان گروه‌های متشکلانه جنایی بود که به گفته مقامات از خارج از سوی گروه‌های بین المللی تروریستی و افراطی مبلغ گذاری، راهبری و راهنمایی می‌شدند. تقریبا 13 فعال پامیری امسال در روسیه دزدیده شدند. این معرکه است که منتظم ضد پامیری ها انجام داده می شود. بنابراین فکر می کنم باید در این باره چون جنایت علیه بشریت صحبت کنیم و باید خطر جای داشتن کشتار جمعی را هم تحقیق کنیم، گفته سوردلوف در شرح صحبتش روز 29 سپتامبر. رادیوی آزادی با نقل قول از این صحبت‌های سوردلوف نوشته است که توسط تحقیقات کشته شدن دست کم 34 نفر را در حادثه‌های بدخشان معین کرده است. فعالان و نمایندگان مخالفین تاجیک در ادامه به آن تاکید کردند که مردم بدخشان از بسیار امکانات‌ها برای زندگی خوب محرومند و حکومت به مشکل آنها رسیدگی نمی‌کند. استیو سوردلوف و بعضی اشتراکداران دیگر جلسه تهیه و راه‌اندازی رویخط و یا قانون مگنیتسکی را برای پایمال کنندگان حقوق انسان در تاجیکستان پیشنهاد کردند. ما باید مثل رویخط مگنیتسکی یک فهرست الفت خانم را تهیه کنیم. در رویخط مگنیتسکی شخصان داخل کرده شدند که جنایت‌های جدی وابسته به حقوق بین المللی را صادر می‌کنند. اکثریت آنها تحریم می‌شوند و یا صورت حسابشان بسته می‌گردد و به آنها ویزا یا روادت نمی‌دهند. فکر می‌کنم وضع در تاجیکستان تا حد جدی است که باید سر این مسئله فکر کنیم، تاکید کرده است سوردلوف. ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراض‌ها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از سلاح و نیروهای ویژه سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراض‌ها ده‌ها نفر اساساً در شهرک ومر مرکز نویه روشان کشته شده. در بدخشان و بیرون از آن بیش از 200 تن از زادگان این ولایت مختار با شمول فعالان جامعه شهروندی، ادوکات‌ها، ژورنالیستان و بلاگرهای پامیری به حبس گرفته شدند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بعداً در یک جلسه در نویه دنقره گفت فرمان استفاده نیرو را در بدخشان خودی او داده است. پرزیدنت تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال 2022 جلسه حکومتش را برگزار کرده برای نویه شهرتوس برای اصلاح کمبودی‌ها 4 ماه مهلت داده و همچنین در این روز چندین تغییرات کادری را به عمل آورد. از جمله رحمان روز 29 سپتامبر دلشاد اسمت الله زاده را با سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام مدیر کل شرکت‌های هواپیمایی تاجیک ایر آزاد و به جای او شادمانزاده پرویز عبدالرحیم را رهبر این کارخانه تعیین کرده است. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن اسمت الله زاده خبر نشر نشده است. دلشاد اسمت الله زاده که قبلا در مقام معاون رئیس دستگاه پرزیدنت کار میکرد 22 ژانویه سال 2019 در حال رهبر تاجیک ایر تعیین شد که شرکت هواپیمایی به سبب مشکلات مالیوی همه پروازهایش را قطع کرده بود. یک وظیفه اساسی که در نزد اسمت الله زاده گذاشته بودند رفع مشکلات مالیوی و دوباره فعال ساختن تاجیک ایر بود، ولی با گذشت 3 سال و 8 ماه کار دلشاد اسمت الله زاده
به استثنای چندین پرواز چارتری که زایران تاجیک را به سفر حج برد و آورد، این شرکت دیگر نتوانست یگان پرواز منتظم انجام دهد. بس‌های مولوی هر کدامش چند میلیون دلاری تاجیک ایر با شرکت‌هایی که طریق لیزینگ هواپیمایش داده بودند نیز نه به فایده جانب تاجیکستان حل شد. امامعلی رحمان روز 29 سپتامبر همچنین گنجلزاده شیرعلی رحمان را نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات وزارت نقلیات آزاد کرده به این مقام قربانزاده دلیر قربان را تعیین کرد. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن گنجلزاده خبر نشر نشده است. تصمیم سیام کادری پرزیدنت تاجیکستان برکناری شفقت بابازاده از منصب رئیس اگنتی صادرات این کشور تصمیمی بود که همه انتظارش را داشتند. اخیرا خبرها نشر شد که شفقت بابازاده تقریبا 2 هفته باز در حبس قرار دارد. رادیوی آزادی خبر داد که بابازاده گویا از یک شرکت خارجی در عوض مساعدت $300,000 پاره طلب کرده است. در این باره که آیا به جای بابازاده که برابری اگنتی تعیین می شود اطلاع رسمی تا این ساعت نشر نشده است. بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت روز 29 سپتامبر در جلسه حکومت، حسابات رئیس نویه شهر توز غفور جباری را درباره اجرا شدن نقشه جمع‌آوری انداز و صادرات محصولات کشاورزی و نتیجه های دیگر کار مقامات این نویه شدند. گفته می شود امامعلی رحمان خواستار اصلاح کمبودی و نورسایی های جای داشته، اجرای پوره و سر وقتی قسم درآمد بودجه، کم کردن بقیه پولی های انداز، استفاده مقصدناک مبلغ های بودجوی، پرداخت سر وقتی مزد مهنت، نفقه و دیگر کمک پولی ها، تأسیس کارخانه های صنعتی، ساختمان انشاءات معیشی و ورزشی، تشکیل جایهای نو کاری و در مجموع بهتر کردن سطح زندگی ساکنان شده برای نویه شهر توز برای اصلاح کمبودی های جای داشته 4 ماه مهلت داده است. در نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان یک طفل نوزاد را از تولدخانه این نویه دزدیدند. منبع این خبر رادیوی آزادی از قبل یک کارمند شعبه کارهای داخلی نویه جامی خبر داد که این حادثه برای تاجیکستان کم نظیر شام 23 سپتامبر سال 2022 رخ داده است و مقامات در پی تحقیق حادثه می باشند. والدان کودک ساکنان دهه گلستان جماعت دهات دوستی نویه بوده. این نخستین طفل آنهاست. به گفته کارمندان شعبه کارهای داخلی پدر کودک در مهاجرت مهنتی قرار داشت. مادر کودک که زایمان سختی را پشت سر کرده است تا حال در شعبه ریانیماسیون است و هنوز از ربوده شدن پسرش خبر ندارد. به اطلاع کارمندان ملیسا حادثه زمان رخ داده است که مادر کودک را بعد از جراحی به شعبه ایای تولدخانه انتقال دادند. منبع دیگر رادیوی آزادی با تصدیق این خبر گفته است که همان روزی که این طفل تولد شد در این تولدخانه 16 کودک دیگر نیز به دنیا آمده بود، ولی معلوم نیست که چرا محض همین کودک ربوده شده است. دزدیدن طفل نوزاد در تاجیکستان حادثه خیلی کم نظیر است. ماده 130 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای آدم ربایی از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. در پایان سال 2021 مقامات تاجیکستان از پی هم آشکار شدن یک باره 2 حالت کودک دزدی خبر داده بودند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. صبح روز جمعه 30 سپتامبر سال 2022 بر اثر حمله مرگ طلبانه به مرکز تعلیمی کوچ در منطقه دشت بارچی در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان بیش از 20 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت ترکش یکم ساعت 7:30 صبح جمعه وقتی رخ داد که شماره زیاد طالب علمان در این مدرسه برای سپردن امتحان داخلشوی گرد آمده بودند. در دشت بارچی اساساً نمایندگان اقلیت قوم‌های مذهبی هزارها به سر میبرند. هزارها که به فرق از اکثر اهالی سنت تبار افغانستان پیرو مذهب شیعه‌اند، قبلا هم بارها هدف حمله‌های خونین مرگ طلبانه قرار گرفتند. مسئولیت حمله روز 30 سپتامبر را هنوز یگان گروه به دوش نگرفته است، ولی هزارها در گذشته هم از سوی جنگجویان سازمان تروریستی داعش و هم از سوی جنگجویان طالبان حمله می شدند. طالبان ماه آگوست سال 2021
حکومت را در افغانستان پره به دست خود گرفتند و میگویند تلاش دارند تا ثبات را در کشور برقرار کنند، ولی جنگجویان داعش بعد به قدرت رسیدن طالبان هم حمله های خود را از جمله به ضد پیروان مذهب شیعه در گوشه های گوناگون افغانستان ادامه میدهند. نماینده وزارت کارهای داخلی طالبان حمله به مدرسه کوج را محکوم کرد. عبدالنفی تکر گفت حمله به انشاءات ملکی بی‌رحمی غیر انسانی دشمن و یگان معیار اخلاقی نداشتن او را نشان میدهد. شاهدان میگویند در بین قربانیان حمله روز 3 سپتامبر در مسجد کوچ بیشتر دختران به نظر میرسند. بعد به قدرت رسیدن طالبان تحصیل دختران سخت محدود و بسیاری از مکتب‌های دختران بسته شدند، ولی برخی مکتب‌های خصوصی از جمله مدرسه کوچ به فعالیت خود ادامه میدادند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که جسدهای قربانیان حمله به مدرسه کوچ را در بیمارستان علی جنو که در قریبی این مدرسه جایگیر شده است در روی فرش قطار کردند. سامانه مدرسه کوچ به نوبت خود عکس صنفخانه را نشر کرد که ترکش در داخل آن روی داده است. در عکس دیده می شود که بر اثر ترکش اکثر میز و کرسی ها در این صنفخانه چپه شده، روی فرش صنفخانه پر از شکسته پاره هاست. منطقه دشت برچی که اکثر اهالیش را از ها تشکیل میدهند قبلا هم هدف چندین حمله خونین از جمله به ضد بیمارستان ها و مکتب ها قرار گرفته بود. یکی از خونین ترین حمله ها در این منطقه سال 2021 هنوز تا رسیدن طالبان به قدرت به یک مکتب دختران در دشت برچی صورت گرفت. 85 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت. اکثر قربانیان آن حمله نیز دختران طالب علم بودند. یک زن تاجیک که در روسیه به سر میبرد ویدیوی کوتاه لحظه گسیل پدر فرزندانشان به صف ارتش روسیه را نشر کرده است. این زن در شرح ویدیوش نوشته است که شیر من را به ارتش بردن، برایش دعا کنید، ما با پدر فرزندان خداحافظی میکنیم. در سب دیده می شود که یک جوان تاجیک خوش صورت همراه دعوت شده های دیگر در داخل اتوبوس نشسته و همسرش که چهرهش نمی نماید در بیرون ایستاده است و از پس شیشه تیریزه اتوبوس با او خداحافظی میکند. زن این جوان تاجیک را سعید جان نام میبرد و به سویش از بیرون چنین خطاب میکند: سعید جان خدا بگو، تکیه به خدا بکن، خدا نگهبانت باشد، خداوند خودش رحم کند. در ویدیو دیده می شود که سعید جان از درون اتوبوس میخواهد خود را در چشم نزدیکانش شاد و بظاهر بی‌پروا نشان بدهد و خنده در لب با آنها خداحافظی میکند. هنگام دعاگویی همسرش دست بر او میکشد و با انگشتانش رمز دل را کشیده به همسرش نشان میدهد. در انجام ویدیو او از همسرش میخواهد که کامرای تلفنش را پیش بیارد تا او با فرزندانش بار دیگر خداحافظی کند. این ویدیو به گفته مؤلفش در کراسنویارسک روسیه ثبت شده است. ارتش روسیه 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد، ولی پیروزی خیلی زود که مسکو انتظارش داشت صورت نگرفت و هفته‌های آخر نیروهای روسیه حتی مجبور شدند که از چندین شهر قبلا اشغال کردهشان در اوکراین حتی عقب نشینی کنند. روز 21 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پی شکست‌های پیاپی ارتش این کشور در جنگ اوکراین فرمان موبیلیزاسیون به ارتش را امضا کرد که بر اساس آن شهروندان روسیه را میتوانند به حساب نیروهای ذخیروی به جنگ برند. تنها در یک سال گذشته بیش از 100,000 نفر از آزادگان تاجیکستان و در سالهای آخر در عموم حدود 1 میلیون نفر از تاجیکستانی‌ها شهروند روسیه شدند. حالا ده‌ها هزار نفر آنها به خطر دعوت به صف ارتش روسیه و فرستادن به جنگ اوکراین دچار شدند. مهاجران تاجیک مقیم روسیه بسیاریشان از ترس این شب و روز از خانه خیلی کم بیرون میبرایند و حتی به کارم نمیروند، چون که میترسند که مبادا آنها را ابله کرده به جنگ اوکراین برند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. دادگاه ولایت بریانسک روسیه حکم یک راننده تاجیک را که با عیب او در یک صدمه در این ولایت یک جوان و یک دختر به هلاکت رسیدند 10 سال حکم خود را در مبحث نظامش عمومی ادا خواهد کرد. قبلا دادگاه شهر دیاتکوف این شهروند 56 ساله تاجیکستان را که موقتا در مسکو ثبت نام داشت بر اساس قسم ششم ماده 264 کودکس جنایتی روسیه برای ویران کردن قاعده های حرکت در راه در حالت مستی که از بی‌احتیاطی باعث هلاکت 2 نفر شده است به 10 سال محبس سکونتی یا کلونیا
پاسیلینی محکوم کرده بود. خدمات مطبوعات دادگاه ولایت بریانسک خبر داد که این دادگاه روز 29 سپتامبر سال 2022 شکایت نزدیکان جبر دیده ها از حکم دادگاه شهر دیتکوف را بررسی کرد. خود شهروند محکوم شده تاجیکستان برای شرح این پرونده دسترس نیست، ولی بنا به خلاصه تفتیشات و دادگاه عیبدار شونده در حالت مستی از مشروبات و مواد مخدر سر چنبرک فرمان ماشین دمغه شفرله کروز نشسته، ماشین را با صورت بلند رانده است و در نتیجه به سمت مقابل حرکت برآمده به یک ماشین مازدا برخورده است. راننده 22 ساله مازدا در جای حادثه به هلاکت رسیده و دختر 20 ساله مسافر این ماشین در راه به بیمارستان. خدمات مطبوعات دادگاه ولایت بریانسک در گزارشش میگوید راننده شفرله گناه خود را اعتراف نکرد و در دادگاه پافشاری کرد که عرق و پیوه و مواد مخدر را یک روز قبل از حادثه استعمال کرده بود و اون روزی که صدمه رخ داد هوشیار بود، ولی دادگاه دیتکوف او را گناهکار شناخته به 10 سال محبس سکونتی محکوم کرد. راننده تاجیک همچنین موظف کرده شد که به نزدیکان قربانیان 4 میلیون روبل یا بیش از $60,000 جبران پرداخت کند. خویشاوندان قربانیان صدمه از این حکم ناراضگی کرده به دادگاه ولایتی شکایت بردند و طلب کردند که راننده گناهکار جزایش را در محبس واقعی ادا کند، نه در محبس سکونتی که شرایطش نسبت به محبس‌های واقعی خیلی سبکتر است. دادگاه تجدید نظر این تقاضای نزدیکان جبر دیده ها را پذیرفت و این نقطه را به نوبت گرفت که سطح موجودیت اسپریت ایتیل در بدن محکوم شده در روز صدمه 3 از 15% بوده است. چون این مقدار اسپریت ایتیل در خون انسان معنای ضرورالشوی او از مشروبات دارد. با حکم نو دادگاه ولایت بریانسک راننده تاجیک اکنون روانه محبس نظامش عمومی می شود. نسبت مرد 35 ساله ساکن شهر استرافشان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. او 28 آگوست سال 2020 با راه فریب به باوری زن 42 ساله ساکن شهر خوجند در آمده автомашین تمغه رنج روور را به مبلغ 220,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به این گمان برشونده بر اساس قسم 4 ماده 247 برای قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. به شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در ناحیه فردوسی با عریضه زن 39 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه یولی سال 2022 تقریبا ساعت 14:15 شخص نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلا و یورو دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 6,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نوبالغ 15 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.